امسال به آنفولانزای شدید مبتلا شدید چیکار باید انجام بدید؟ بهترین کار اینه که توی خونه بمونید و به مدرسه و اداره نرید. آب مورد نیاز بدنتون رو تامین کنین و از دمنوش‌ها و سوپ‌ها استفاده کنید. همچنین میوه و سبزیجات تازه میل کنید. مواظب بدتر شدن علائم بیماری مثل مشکلات تنفسی، تب و سرگیجه هم باشید. در صورت داشتن هر گونه شرایط حاد و مزمن به پزشک مراجعه کنید. و اما اگه امسال دچار آنفولانزا هم نشده باشید، مطمئنا دچار سرماخوردگی فصلی شدید. بیاید به جای خوردن قرص‌ها یه رژیم غذایی متعادل بگیریم و سیستم ایمنی بدنمون رو در سطح بالایی قرار بدیم. هرچند که هنوز ثابت نشده گرفتن یه رژیم غذایی متعادل کمک به درمان بیماری میکنه، ولی واضحه که گرفتن این رژیم کمک میکنه علائم بیماری کمتر بشه. ویتامین C رو دوست و پیشگیری کننده سرماخوردگی و آنفولانزا بدونیم و با خوردن آب پرتقال یا درست کردن کیکی از آب پرتقال دوز مورد نیاز بدنمون رو از این ویتامین تامین کنیم. اگه لازمه برای خرید بیرون برید، میدونم خیلی سخته، به مراکز بزرگ خرید سری نزنید و گاهی وقتا هم نیاز از ATM ها استفاده کنید. تحقیقات جدید نشون داده این دستگاه ها میتونن به اندازه دستشویی ها آلوده باشن و باعث انتقال بیماری بشن. پس باید احتیاط بکنید. احتیاط به معنای این نیست که وسواسی باشید. اینه که قبل از اینکه دستتون رو به طرف صورتتون ببرید، مطمئن باشید که دستتون ضد عفونی شده. با ما باشید، برمیگردیم.